هواپیمای شرکت روسی هواپیمایی SF سیبیر که از تاجیکستان به خطر خوجند نوسیبیرسک مسافر میکشاند، هنگام نشستن در فرودگاه تلمچوف شهر نوسیبیرسک روسیه دچار مشکل شده است. بنا به گزارش تلگرام کانال اوینسیدنت که حادثه های فوق‌العاده هنگام پروازها و در فرودگاه‌ها در سراسر جهان را پیگیری میکند، خبر داد که شاسی یا چرخهای هواپیما هنگام فرود آمدن گشوده نشد. این حادثه شب 6 اپریل سال 2024 ساعت 21:44 دقیقه به وقت محلی رخ داده است. ناظرات فرودگاه تلمچوف خبر داده است که هواپیما هنگام گشودن شاسی یعنی چرخهای پیشش دچار مشکل شده است، ولی با وجود مشکل فنی به سرخلبان میسر شده است که هواپیما را با موفقیت و بدون آسیب بشیناند. گفته می شود هواپیمای تمغه ایروبوس 321 توانست که مستقلانه خط پرواز و فرود را خالی کرده تا مکان ایستگاهش برسد. بعد از نو سر دادن برنامه، نظام اداره قسمت پیش شاسی برقرار کرده شد. خبر داده است کانال اوینسیدنت. این حادثه فوق‌العاده در روزهای اوج موسم نو مهاجرت از کشورهای آسیای مرکزی به روسیه رخ داد. هر سال میلیون ها نفر از اهالی قابل کار از این منطقه، اساساً از ازبکستان و تاجیکستان و قرقیزستان، به مهاجرت کاری به روسیه میروند. پول‌های از روسیه فرستاده مهاجران یک منبع اساسی تامین روزگار اکثر خانواده‌ها در این سه کشور مهاجرفرست به شمار می رود. اما امسال سایه حمله خونین تروریستی در تالار کنسرت‌های کراکو سیتی هال در کنار مسکو بسیار از مهاجران را وادار کرده است که سفر خود به روسیه برای مردکاری را تا روشن شدن وضعیت به تأخیر بیندازند.